سلام، خوش اومدید به کانال دل استوری لاین. امیدوارم از دیدن این رمان صوتی لذت ببرید و فراموش نکنید که لایکو بزنید و سابسکرایب فراموش نشه و از همه مهمتر کامنت بذارید برای بهبود کارم تا ببینم در چه زمینه‌هایی مشکل دارم که درستش کنم و اینکه حمایت فراموش نشه. اشکا بخش چهارم سایه شکست در خانه اشراف. نور غروب از میان ستون‌های سنگی خانه میتابید. سکوتی سنگین روی فضای داخلی عمارت مرمرین گسترده شده بود. پدر، مردی با چهره‌ای سخت و ریشی جوگندمی، با چشمانی گود افتاده در حیاط نشسته بود. مادر، زنی آراسته با رختی یونانی، کنار پنجره دعا زمزمه می‌کرد و دیمیترا ساکت نشسته گوشه‌ای در حالی که پرده ضخیم را کمی کنار زده بود به دور دست نگاه می‌کرد. دستهایش روی زانو بی حرکت و لب‌های بستش فقط تپش قلبش را همراهی می‌کردند. در باز شد. با صدایی تیز و نگرانی الکسیوس، برادر دیمیترا، در حالی که لباس نظامیش خاک‌آلود بود، با چهره‌ای پر از خشم و شوک وارد شد. پدر با اخم بلند شد. چه شده پسرم؟ پیروزی؟ و الکسیوس مشتش را روی میز کوبید. پیروزی؟ آنها ما را در هم کوبیدند. در ترموپیل اسپارت را شکست دادند. پدر، ایرانی‌ها درست تا پشت سرزمین ما آمدند. مادر دست بر دهانش گذاشت. اشک در چشمانش جمع شد. پدر آرام ولی لرزان گفت: این ممکن نیست. اسپارت شکست ناپذیر بود. الکسیوس قدم زد، دیوانه‌وار. هیچ کس فکرش را نمی کرد. اما پارسی ها مثل موج آمدند. فرماندهشان استاد جنگ بود و ارتش ما سردرگم، مغرور و شکست خورده. دیمیترا لبش را گزید. چشمان درشتش پر از وحشت به برادر دوخته شده بود. اما صدایی از اون در نیامد. تنها قلبش تندتر میزد. الکسیوس مرسی کرد، سپس نگاهش را روی خواهرش انداخت. و تو خواهرم، خودت را آماده کن. این جنگ به دروازه های ما رسیده. اگه حرکت نکنیم ما هم کشته خواهیم شد. دیگر آن سکوت لعنتی را نشکن، چون وقتی اینها برسند حتی سکوت هم امنیت ندارد. دیمیترا نفس را در سینه حبس کرد. حالت غمگینی بهش دست داد و با خانواده خود شروع به فرار کرد. فرار از شهر خود. فرار از شهری که در حال آتش گرفتن بود. بوی خاک سوخته و دود چوب‌های معبد آتنا در کوچه‌های سنگی آتن می‌پیچید. پرچم هخامنشی بر فراز آکروپولیس برافراشته شده بود و صدای سواران پارسی بر سنگ فرش مقدس یونانیان طنین می‌انداخت. در میدان اصلی سپاهیان خشایارشا گرد آمده بودند. صدای دف، نی و شادمانی فضای شکست خورده شهر را می‌درید. ماهون با زرهی پوشیده از غبار جنگ بر اسب سیاه نشسته بود و لبخندی شیرین بر لب داشت. کسرا با زخمی بسته بر پهلو از اسبش پیاده شد و فریاد زد: به افتخار پارس، به افتخار شاهنشاه. آریا لیوانی از شراب یونانی برداشت و به طرف ماهون گرفت. بخور برادر، امروز روز ماست. ماهون با خوشحالی جرعه‌ای نوشید، اما بعد سکوت کرد. چشمانش به پیکر نیم سوخته معبد آتنا دوخته شده بود. در دلش قوقایی بود، نه فقط از خستگی جنگ که از سنگینی این پیروزی در سوی دیگر شهر، جایی دور از میدانها و آتش. خانواده دیمیترا خانه خود را ترک کرده بودند. صدای سم اسبان پارسی هر لحظه نزدیکتر میشد. دیمیترا لال و آرام دست مادر پیرش را گرفته بود. برادرش الکسیوس با خشم شمشیرش را بر تنه درخت کوبید. پادشاه ما خیانت کرد. ما باید می‌جنگیدیم، نه فرار کنیم. پدر خانواده نگاهی اندوهگین به ویرانی شهر انداخت و گفت: این پایان نیست پسرم. هنوز دریا پیش روی ماست. دیمیترا در سکوت غرق بود. اشک در چشمانش حلقه زده بود. آتن زیبای او دیگر آتن نبود. چند روز گذشته، سپاه پارس خسته اما سرافراز در اطراف آتن مستقر بود. خبرهایی پراکنده از دریا می رسید. نبردی بزرگ در راه بود. در جایی به نام سالامیس، ماهان کنار آتش نشسته بود و شمشیرش را می تراشید. آریا آمد و آهسته گفت: شنیدی؟ نیروی دریایی مونتوی تنگ گیر افتاده. یونانی ها دارن دریا را از ما می گیرن. ماهان ابرو خم کرد. یعنی هنوز تموم نشده؟ کسرا با صدایی خشدار گفت: نه. در دل شب نسیمی از دریا وزید. بوی نمک، بوی خون و شاید بوی شکستی تلخ. صدای پای اسب خسته‌ای در میان سکوت مقر فرماندهی در آتن دل همه را لرزاند. ماهان که در سایبان سنگی کنار آتش نشسته بود و به خنجرش خیره شده بود، ناگهان سر بلند کرد. آریا از پشت سرش بیرون آمد. صدای سمها ناآشنا بود. خبری در راه. سرباز پیک خاک و دود راه را با خود آورد. سینه‌اش بالا و پایین میرفت و بی‌وقفه گفت: ناگان ما در تنگه سالامیسه شکست خورده. خشایارشاه تصمیم گرفت به قلب کشور برگرده. به شوش بازگشت. مردونیه فرماندهی سپاه باقی مانده را در دست گرفت. سکوت چون دیواری ضخیم بر دل ماهان نشست.
کسری که هنوز از زخم جنگ ترموپیل به درستی بهبود نیافته بود، با لبانی خشک گفت: یعنی تنها هستیم. در میان این دیوارهای سنگی، با کوهی از خشم پشت مرزهای دشمن، آریا با نگاهی به ماهان زمزمه کرد: پس باید خودمان را برای جنگ آماده کنیم. ماهان برخاست، دستی بر شمشیرش کشید و گفت: آره، اینجا پایان نیست. ما وارثان دشت پارسیم، تا آخرین قطره خون میمانیم. ماها گذشت، آفتاب زمستانی و بادهای تند بهار بر زخم‌هایشان مرهم و گاه آتش شدند. در این دوران آتنی‌ها به کوه‌ها و جزایر پناه بردند. شهر خالی بود، اما همچنان شورش‌های کوچک، کمین‌ها و تلاش دشمن برای بازپسگیری آتن ادامه داشت. ماهوان و گروه 1000 نفره اش مسئول امنیت یکی از دروازه‌های جنوبی آتن بودند. هر روز با سپید دم تمرین می‌کردند. از برج‌های دیدبانی گذر می‌کردند و شب‌ها کنار آتش با هم از سرزمین مادری حرف می‌زدند. می‌دونی ماهوان، وقتی اینجا تموم بشه برمیگردم سوسن‌های دشت پارس رو ببینم. اینو کسری گفت در حالی که به دوردست خیره بود. آریا خندید: تو حتی نمیدونی سوسن چیه، فقط شنیده قشنگه. در همین روزها بود که اخبار آماده سازی سپاه متحد یونان برای نبرد نهایی به گوش رسید. ماهوان شب هنگام با 2 یار خود در دالان سنگی پناهگاهی نشسته بود. مردونی تصمیم گرفته لشکر رو به سوی دشتی به نام پلاتا حرکت بده. یونانی ها منتظرن. کسری پرسید: ما جزو نیروهای اعزامی خواهیم بود. ماهوان لبخند تلخی زد: اگر در آتن کسی باید تا آخرین لحظه بماند، ما خواهیم بود. اما اگر نیاز باشد، پیشمرگ این پرچمیم. و در دل این روزهای خاکستری، دختری که سخن نمی گفت اما نگاهش 1000 حرف داشت، آرام و بی صدا شاهد این بود که جنگ چگونه جهانش را از هم می درد. هوا گرگومیش بود. شعاعهای سرخرنگ غروب مثل نوک نیزه از میان شاخه‌های زیتون می‌گذشت و بر زمین خاکی روستا می‌تابید. صدای سم اسب سکوت عصرگاهی را شکست. الکسیوس با لباس خاک گرفته و ریشی نتراشیده، در حالی که شمشیرش از پهلو آویزان بود، به خانه رسید. پدر کنار آتش در حال تراشیدن چوب بود. مادر بی صدا حبوباتی را پاک می‌کرد. دیمیترا مثل همیشه گوشه‌ای نشسته بود و به شعله‌های آتش خیره شده بود. الکسیوس از اسب پیاده شد. سینه‌اش از افتخار بالا و پایین میرفت. بی مقدم فریاد زد: ما پیروز شدیم. دریا مال ماست. سالامیس، نامش تا همیشه زنده میمونه، به پدر از جا بلند شد و با دستانی لرزان به طرف پسرش آمد. یعنی پارس ها عقب نشینی کردن. ناوگانشون تکه تکه شد. پدر، اونا نمیتونن دیگه با کشتی‌هاشون به ما نزدیک بشن. ما ثابت کردیم یونان زانو نمیزنه. مادر، در حالی که اشک شوق از چشمانش سرازیر شده بود، زیر لب شکر کرد. اما نگاه دیمیترا میان شادی و اضطراب معلق مانده بود. قلبش با شنیدن اسم پارس ها میتپید، نه از ترس بلکه از حسی مبهم، از چیزی که هنوز نمیفهمید. دستانش روی دامن لباسش فشرده شد و نگاهش به چشمان برادر گره خورد. الکسیوس لحظه‌ای مکث کرد، اما هنوز تموم نشده. اونا عقب نکشیدن. قرار حمله نهایی از سمت خشکی باشه. پادشاه داره همه رو فرا میخونه. باید آماده باشین. پدر سنگینی حرف پسر را درک کرد. شادی لحظه‌ای جایش را به نگرانی داد. یعنی هنوز هم ممکنه بیای و بری. الکسیوس با قاطعیت گفت: ما نمیذاریم خاکمون رو بگیرن. این بار تا آخرین نفس میجنگیم. دیمیترا سرش را پایین انداخت. دلش فشرده شد. اون زبانی برای سخن گفتن نداشت، اما قلبش داشت فریاد میزد. از ترسی ناشناخته، از آینده‌ای نامعلوم.